سلام، من حمید بهرامی هستم. اینجا مجموعه آموزشی متا استودیو هست. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اولین پارت از مینی دوره رایگان درآمد دلاری با رویکرد محصولات SP3 خیلی خوش اومدین. خب یک سری توضیحات رو راجع به این مینی دوره من بهتون بدم. توی این مینی دوره قرار من شما رو با مارکت 3D اسکای آشنا کنم که کلا 3D اسکای چه مارکتی هستش، ما چطوری میتونیم توی این مارکت ثبت نام کنیم، چطوری میتونیم محصولاتمون رو آماده کنیم، محصولات باید چه خصوصیاتی داشته باشن، به چه شکلی اونا رو توی مارکت آپلود کنیم، چه قوانینی رو باید رعایت کنیم و کارمون رو توی مارکت قرار بدیم برای فروش. اینها مباحثی هست که قراره توی این مینی دوره به صورت رایگان راجع به اون صحبت کنیم. خب اولین موضوع، مارکت 3D اسکای کلا چه مارکتیه و ما از این مارکت به چه شکلی میتونیم به درآمد برسیم. شما میایین توی مرورگرتون سرچ میکنین 3dsky.org. شما رو با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشین. 3D اسکای یک مارکتی هست که به دو شکلی کار میکنه. شما توی این مارکت یا فروشنده هستین، به اصطلاح مارکت سلر هستین، یا خریدار هستین. یعنی یا اینکه میان یک سری محصولات سه‌بعدی رو، آبجکت های سه‌بعدی رو آماده میکنین و توی این مارکت برای فروش قرار میدین، یا نه خریدارین و میان این محصولات رو از این مارکت خرید بکنین. کلا شما به دو شکل میتونین از این مارکت استفاده کنین. خب چطوری کار میکنه؟ شما میایین ثبت نام میکنین، حالا چه بخواین محصول رو خرید کنین، چه بخواین محصول رو آپلود کنین و برای فروش قرار بدین. میایین حسابتون رو باز میکنین، ثبت نام میکنین، بعد از اون مشخص میکنین که من فروشندم یا خریدارم، که خب عموما ما اینجا فروشنده هستیم. این مارکت فقط و فقط با نرم افزار 3D Max و موتور رندر ویری یا کرونا کار میکنه. شما با هر نرم افزار دیگه‌ای که کار میکنین کارتون رو انجام میدین، در نهایت فایل نهاییتون، مدلتون باید بیاد توی نرم افزار 3D Max، اونجا با یکی از این موتور رندرها ویری یا کرونا متریال پردازی بشه و از اون رندر بگیرین و حالا بهتون بعداً میگم چطوری آمادهش میکنین که توی مارکت قرارش بدین. بریم دنبال ثبت نام کردن. میاد میگه که شما یا حساب دارین یا نه میخواین جوین بشین. خب من میخوام جوین بشم. میگه اسمتون رو میخواین چی بذارین؟ من اسممو میذارم متا استودیو. اوکیه. خب ایمیلتون چیه؟ من ایمیلمو میام میذارم ایمیلم هم وارد میکنم. یه پسورد از شما میخواد، سعی کنین یه پسورد مناسب بذارین. خب دوباره پسورد رو وارد میکنم و اینجا یک دونه ایمیل رو اگر من ساین اپ بزنم، یه دونه ایمیل برای من ارسال میکنه که حاوی یک کد هست. خب من ساین اپ رو میزنم، میگه که این اسم تکراریه، میام میذارمش 3D متا استودیو، منتظر میمونم. خب سیو رو میزنم. میاد میگه که برای جیمیل شما من یه دونه کد فعالسازی ارسال کردم، یه دونه لینک فعالسازی ارسال کردم. خب شما باید برین جیمیلتون رو باز کنین، روی اون کد فعالسازی، روی اون لینک فعالسازی کلیک کنین که اکانت شما فعال بشه. من برم جیمیلم رو باز کنم. این جیمیلی است که برای من ارسال شده. گفته اگر میخواین عملیات اکتیو رو به سرانجام برسونین، روی این لینک کلیک کنین، این لینک رو دنبال کنین. من روش کلیک میکنم، منتظر میمونم و بله، حساب من برای من فعال سازیش انجام شد. حالا میاد میگه که دوباره وارد کنین ایمیلتون رو. خب پسورد و ساین این میکنم.
منتظر میمونم، سیو رو میزنم اینجا. میبینین که حساب من اینجا برای من ساخته شد. یه نکته جالبم اینجا بگم، پوزشو بهتون بدم. خب من اینجا یه حساب تست دارم میسازم که شما یاد بگیرین دیگه. این دوتا محصول که توی صفحه اول مارکت اسکای هستن جزء محصولاتی هستن که من تولید کردم و توی مارکت برای فروش گذاشتم و اومدن صفحه اول. خب من این قسمت رو میام برای اینکه مشخصات اکانت هم رو بگیرم. اینجا اومده گفته یه دونه پروفایل دارین که میتونین پروفایل رو ادیت کنین. اومده گفته تاریخی که شما اکانتتون رو ساختین، مسیج هایی که براتون اومده، 3D مدل که هیچ 3D مدلی نداریم، بوک مارک هاتون، و اینجا هم حالا یک سری اطلاعات رو بهتون میده، یک سری هیستوریا رو میده برای تصفیه کردن و بقیه موارد. بریم دنبال ادیت کردن پروفایل. روی این ادیت که آبی رنگ هست کلیک میکنم. خب اینجا یه دونه چنج فوتو داره، یه دونه چنج پسورد. با پسوردم اوکی هم چنج فوتو رو میزنم. میاد میگه که آپلود کنین. من میام توی پوش دی متا و این لوگو رو وارد میکنم، آپلود رو میزنم، منتظر میمونم. لوگوی متا استودیو رو آپلود میکنم، منتظر میمونم که این آپلود برای من انجام بشه. خب الان لوگوی من تغییر کرد، تصویر من تغییر کرد. شما حالا میتونین هر کدوم از این تصاویری که مد نظرتون هست بذارین. اینجا میاد از شما میپرسه اسمتون چیه. خب من اسممو میذارم، مثلا میذارم حمید. خب اینجا میاد میپرسه که تخصصتون چیه، کلا چی کار میکنین. من میذارم مثلا 3D artist، درسته، and مثلا دیزاینر. اگر درست نوشته باشم آره. میگه لوکیشنتون کجاست، میتونین هر جایی رو بزنین. معمولا مارکت اسکای با ایران مشکلی نداره، اما پیشنهادم اینه که ایرانو نزنین. مثلا من حالا برای تست هلند رو میزنم، من به کشور هلند خیلی علاقه دارم، هلند رو میزنم. میتونین امارات رو بزنین اوکی. اگر سایتی دارین میتونین آدرس سایتتون رو بزنین. مثلا من میذارم www.3dmetastudio.com. خب اینجا مشخص کنین آقا هستین یا خانم. من میام تاریخ تولدم رو مشخص میکنم 1996. آره اوکیه، روز 5مش حله. اینجا هم میاد میگه اگر یه جمله دارین، هر چیزی میخواین اینجا میتونین بنویسید. مثلا من مینویسم I can be best. خب یه بار دیگه با هم مرور کنیم. اینجا اومدم پر کردم، خیلی توضیح ندادم. بچه‌ها اینا همه اختیاری رو پر کردنشون، اما بازم تاکید میکنم که اینا رو پر کنین، چون شخصی که میاد پروفایل شما رو میبینه هر چقدر اینا تکمیل تر باشه خیلی موجه تره، خیلی اون خریدار میتونه بیشتر اطمینان کنه. نیم رو از شما خواسته که اسمتون رو وارد میکنین، تخصصتون، کشورتون رو میان وارد میکنین. اینجا ازتون ایمیل خواسته، ایمیلتون رو که از قبل وارد کردین حالا هستش، اگر نبود میان وارد میکنین یا میتونین ادیت کنین. اگر سایتی دارین آدرسش رو اینجا بذارین، اگر ندارین بیاین آدرس اینستاگرامتون رو بذارین. اینجا مشخص میکنین آقا هستین یا خانم، تاریخ تولدتون. اینجا که این جمله I can be the best رو من نوشتم میاد میگه سیگنچر، یعنی امضا، حالا یا یک چیزی که مختص به شما باشه. من اومدم این جمله رو نوشتم، اصلا میتونین خالیش بذارین، میتونین چیزی ننویسین. من دوست داشتم اینجا بیام این جمله رو بنویسم، هیچ چیز خاصی نیست، فقط خواستم این فیلد رو
پر کنم. اگر خواستین که تایید 2 مرحله هم وارد کنین که میانین تیک رو میزنین که من فعالش نکردم. البته میتونه برای این که امنیت اکانتتون بالاتر بره این کار رو هم انجام بدین، ولی خب من فعلا میام سیو رو میزنم. خب الان اکانت من اوکی شد و آماده اینه که من بیام محصولاتم رو تولید کنم و توی مارکت بذارم. ببینیم بچه این قسمت رو زمانی که پر میکنین چقدر بهتره، چقدر موجه تره. یکی بیاد کلیک کنه خیلی ساده میتونه بره توی سایت من. خب این برای من خیلی میتونه اعتبار خوبی باشه که من یک مارکت سلری هستم، فروشنده هستم که خودم سایت دارم. خیلی اون شخص میتونه بیشتر به من اعتماد کنه. خب این که حالا به چه شکلی میتونیم محصولات رو آپلود کنیم. ببینید اینجا توی 3D مدل دیگه الان آپلود مدل برای ما باز شده. به چه شکلی میتونیم محصولات رو آپلود کنیم. اینا همه میره مرحله بعد از اینکه یاد گرفتیم محصولات باید چه خصوصیاتی داشته باشن، چطوری مرتبشون کنیم، چطوری نامگذاریشون کنیم، همه اینا و بعد میایم وارد این موضوع میشیم. خب توی پارت اول با همدیگه با مارکت 3D اسکای آشنا شدیم، آدرس مارکت رو یاد گرفتیم، اومدیم با همدیگه یک اکانت رو ساختیم. این اکانتی که من اینجا ساختم، اومدیم قسمت پروفایلمون رو تکمیل کردیم. بهتون توضیح دادم چرا باید تکمیل کنین. تا اینجا رو انجام بدین. توی پارت بعد میریم دنبال نرم افزار 3D Max. این که مدلی که میخوایم آپلود کنیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه نوع مشی داشته باشه، نامگذاری ها به چه شکل باشه و بعد از اون میریم دنبال مباحث اینکه چطوری باید رندر بگیریم، چه خصوصیاتی باید داشته باشه رندر ما، کاورای ما چطوری باشن، چند تا رندر باید باشه. همه اینا رو بهتون توضیح میدم. پارت اولمون به پایان رسید. دوستتون دارم، خسته نباشین و خدا نگهدار.